که هر شب شب قدر است اگر قدرش بدونی. بنان تلاش بکنیم همیشه ما باید اعمال صالحه خدا نزد خدای خود ببریم، خصوصا در ایام خجسته ماه مبارک رمضان تلاش باید بکنیم که هر قدر میتونیم در خودسازی خود و مجتمع خود و اخلاق خود و زیربنای خود تلاش بکنیم. ولی پروردگار ما رحیم و مهربان است. در یکی از روزها پیغمبر علیه السلام داستان را ذکر میکنند از مردمای گذشته ای که 400 سال 700 سال همینطور عمر داشت و میفرماید که این امت مقاومتش بسیار محدود است و اون ظرفیت هایی که باید بوده باشه چگونه او را به دست بیارن تا که ثواب بسیار بزرگی را کمایی بکنه. خداوند متعال به نزول قرآن کریم یک شبی را نصیب امت اسلامی میکنه که برابری میکنه به 1000 ماه، یعنی بیش از 80 چند سال. و این بزرگی در حقیقت از قرآن کریم میگیرد. کتاب اللهی که انگامی که در شبی که نازل میشود و شب را ارج میگذارد و برابرش میکنه با 1000 ماه. و این 1000 هم برای تهدید نیست بلکه برای تأکید است که میتونیم بگویم که شب قدر از میلیون ها سال ارزشمندتر است. ما آداب شب قدر یا تلاش شب قدر چطور بود؟ اولا یک تخلیه کامل، حقد، حسد، کینه‌توزی، دشمنی در برابر مسلمان، لقمه حرام، از همه چیز خدا فارغ بسازیم، کمر خدا بسته بکنیم. خدایا بردر آمد بنده بگریخته، آبروی خود به عصیان ریخته، مغفرت دارد امید از لطف تو، زان که خود فرموده لا تقنطوا، بحری الطاف تو بی پایان بود، ناامید از رحمتت شیطان بود، نفس شیطان زد کریم راه من، رحمتت باشد شفاعت خواهی من، چشمی دارم که از گناه پاکم کنی، پیش از آن کان در لحد خاکم کنی. با یک اخلاص دوستای عزیز، با یک اخلاص، با یک امید. الهی تمام عمر و تمام سال در غفلت تیر شد، ولی خبر شدیم که دروازه رحمت و بخشش تو باز شده است. شب قدر، شب بخشش گناهان، شب قدر، شبی که دو شان و شوکت مومن بلند می رود، شبی که قرآن دو نازل می شود از در بیت العزت، از لوح المحفوظ در بیت العزت در آسمان دنیا، شبی که الله جایزه داده است به محمد علیه السلام و به امتش. روزی پیغمبر علیه السلام از مجاهدین امم گذشته یادآور شدند که در امتهای گذشته یک فرد 1000 ماه در راه خداوند جهاد کرد. یاران پیغمبر علیه السلام در مورد دین بسیار حریص بودند. امروز حرص ما در مورد پول است. چطور فلانی با یک شرکت قرارداد کرده بود امسال 5 لک دلار فایده که بلیاز خدا کجاست، آدرس شبتی چطور است، کلانی از یکیست. وقتی که پیغمبر خدا میگه یک مجاهد 1000 ماه جهاد کرد، همگی مبهوت میشوند. خدایا عمرهای ما کم، در روز قیامت چطور امتهای دیگه پیش از امت محمد صلی الله علیه و سلم داخل جنت شوند؟ همگی غمگین میشوند، همگی نگران میشوند. الله جل ذکره سوره مبارکه قدر نازل میکند، انا انزلناه فی لیلة القدر. ما این قرآنی پر عظمت در شبی پر عظمت و پر قدر نازل کردیم. و ما ادراک ما لیلة القدر، چه میدانی که شب قدر چیست؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر، شبی که عبادت در آن از عبادت 1000 ماه بهتر است. خب دیگر چه خصوصیاتی است این شب؟ تنزل الملائکه و الروح، پایین می شود جماعی از فرشتگان با قیادت کی؟ روح الامین جبرائیل. سبحان الله، جبرائیلی که به خدمت انبیا می امروز خانه به خانه در خانه های گلی کابلی ها می گرده، افغان ها را می بینه.
السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. کسی که به خانه از او جبرائیل بیاید و کسی که به او جبرائیل بگه السلام علیکم، آیا در تمام عمر او بدبخت می شود؟ دوستای عزیز، تنزل الملائکه و الروح فیها، پایین می شود گروهی از فرشتگان به قیادت جبرائیل امین در این شب، باذن ربهم، به اجازه پروردگار. کارشان چیست؟ فیها باذن ربهم من کل امر، از تمام شؤون، از تمام آنچه که از طرف خداوند برشان خیری که اجازه داده می شود با خود دارد. سلام سلام سلام. سلام از چی وقت تا چی وقت پروردگار؟ سلام هی حتی مطلع الفجر، از غروب آفتاب و آغاز شب تا به طلوع صبح در خدمت امت محمد مصطفی صلی الله علیه. دوستای عزیز، نگذاریم که شیاطین انس و جن خانه ها را اشغال کنند. والله در خانه‌ای که سریال مبتذل می باشد جبرائیل نمی آید، در خانه‌ای که بدبختی باشد نمی آید. خانه ها را پاک بکنیم، توقف فتیم آنچه که مانی داخل شدن جبرائیل امین می شود. این سعادت و نیکبختی با امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. این به این معنا نیست دوستای عزیز که حتما باید در شب لیلت القدر ما تمام شب عبادت کنیم. نه، فاتقوا الله ما استطعتم، به قدر توانتان نماز بخوانید، به قدر توانتان تلاوت قرآن بکنین، به قدر توانتان ذکر بکنین، به قدر توان. اینجا یک التجا میکنیم که پروردگارا زمینه لقمه حلال بروی من باز کن. اگر لقمه های من مشکوک است پروردگارا او را در حلال حساب کن. پیش تو مشکل نیست. کجای ما جور است که لقمه ایمان جور باشد؟ اگر از دروازه عدالت به ما پیش بیایی والله به ضربین ما چیزی دیده نمیشه. از دروازه لطف و کرمت اگر پیش بیایی همگی انشاءالله جور هستیم. حافظ صاحب میفرماید اگر به عدل بگیری امیدی الطاف است، اگر به عدالت بگیری بدون لطف تیر نمیشه، اگر به لطف بگیری درونی ما صاف است. اگر از دروازه لطفت پیش بیای پاک صاف ستر هستیم. الهی از دروازه لطفت پیش بیای. اگر به حساب و کتاب و به شروط و قیود بگیری یک تم تیر نمیشه، ولی تو غفور هستی. حضرت مادرمان ام المؤمنین عایشه از پیغمبری بزرگوار علیه السلام پرسیدن که این شب را اگر من احیا میکنم کدام دعا بخوانم؟ فرمودن بگو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اگر به عربی یادمان نمیاد در پشتو میگیم، در دری میگیم که پروردگارا تو سخت عفو کننده هستی، زیاد بخشنده هستی و عفو دوست داری. ما است عفو میخوایم در برابر گناه ها. یا الله دیر بخون کی، یا الله دیر بخون کی او بخشش استا صفت دی. زد خپل گناهونو په مقابل کې تانه معذرت او عفو غواړم. خدای دې می معاف که. دوستای عزیز انک عفو، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم برای ما تشویق میکنه ایامی که غالبا شب قدر در او می باشد، میفرماید که شما او را در اخیر در روزی از رمضان جستجو بکنید. بعد میفرماید که در 10 روز اخیر هم شما در روزهای تاق را جستجو بکنید که روزهای 23 21 و 23 و 25 و 27 و 29 هست. باز در این ایام تاق هم ترجیح میدهد و تأکید بیشتر میکنه سر 27 ماه مبارک رمضان. و حتی ای که رسول علیه السلام به خاطر که بتانه از فیوزات از این ماه بیشترتر استفاده بکند و تمام ایام تاق را او را استیعاب کرده باشد و گرفته باشد، همیشه مبارک اعتکاف می نشست. و اعتکاف در حقیقت امو و هدف اساسیش کسب فیوزات لیلت القدر است.
و امیدوار هستم که ما مسلمان ها هم چی خواهرای ما چی برادرای ما در مجموع کل رمضان را فرصت و اغتنام بدانند، خصوصا ده اخیر رمضان را که پیغمبر علیه السلام استاد می شد، کمر خود را به عبادت بسته می کرد، خانواده خود را از خواب بلند می کرد و همه را دستور می داد که ایستاده شوین و قرآن بخوانین، نماز بگیرین، استغفار بکنین. لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل سلام هي حتى مطلع الفجر سلام